سلام هموطنان. سلام علیکم هموطنان و همچنان بینندگان عزیز یوتیوب چینل سلام هموطنم. بازم شما ما را از دریچه کانال یوتیوب سلام هموطنم بیننده هستین. قسمی که میبینین دوستان، ما امروز در زمین های للمی تشریف آوردیم. خواستیم که یک گزارش خیلی ناب و نازنین از مالداره و همچنان دامداران ولسوالی شلگره و همچنان شخصا دهکده خود ما قریه زوارهای خلیلی برای شما تهیه بکنیم. جوانانی که اینجا میبینین من حیث چوپان و همچنان مالچران اینجا آمدن. میخوایم از چند نفرشان یک چند سوالی بکنیم ببینیم که کیها حاضر با ما پاسخ سوالات ما را بده. ببینیم اینجا بیاد استاد سعید کریم. سلام علیکم. خسته نباشید. همیشه حال خود یک دفعه باز کش خیلی سری. یعنی یه شناختم بوده. علی رضا جان خوب هستی؟ صحت خوب است؟ خیرتی؟ چند سال هستی رضا جان؟ 15 ساله. خب چی میکنی اینجا؟ به خاطر چی آمدی؟ چوب دادی سی تاسی؟ اینجا گوسفند میچرونیم امیتا. اینجا چند تندی والا جمع شدیم. چند دانه گوسفند داری رضا جان؟ 50 دانه. این گوسفندایی که ما این قدر زیاد میبینیم تعداد زیاد است، 50 تا زیاد. چند نفر شریکیم؟ همینجا نفر 8 9 نفر هستیم. اینجا میچرونیم دیگه خانه میبریم. خب ساعت چند اینا رو میاریم شما رو تراغا در زمینای للمی؟ 8 بجه صبح میاریم 4 بجه میبریم. خب باز بیگم اونجا برایشان چیز میتید نمیتید؟ خب چطور امسال برف باران شده نشده؟ راضی هستی نیستی؟ خب علی راستی این چی میکنی؟ یه ایوانه ایره یه ایوان خاطری گرگ مرگ میاریم که سری رماننده. این محافظت از مالا میکنه. خب دانو زیده شده که مثلا مالا شبیته؟ چرا اونو برای کار که میگیریم یا چی؟ اینا همین سال زیده؟ خدا حافظ. خلیلی هستم از چینل یوتیوب سلام هموطنم. میخوایم اطلاعات درباره مالداری، درباره دشت و دامنه های زیبای ولسوالی شلگره ولایت بلخ اطلاعات بگیریم. یه ویدیوی زیبایی به نشر جهانی برسانیم که دوستا و عزیزان خبر شود که در ولایت بلخ ولسوالی شلگره قریه خای سکندر همچنین جاهای کوههای تپه های زیبا و وسیع و دلنشین جاهای زیبا هست. ما از دامنه های کوه آمدیم تا اینجا چند تا ویدیو از مالدارا ضبط کردیم، صحبت کردیم با ایشان. با شما هم صحبت میکنیم. لطفاً طرف دوربین سعی کو دما یک چند تا سوال پاسخ بگوی. نام شما؟ سرگل. باشنده کدام ولایتین؟ ولایت بلخ. ولسوالی؟ شلگره. قریه؟ زواره. ماشاءالله بارک الله. چند تا گوسفند دارین سرگل جان؟ 150 دانه گوسفند داره. ماشاءالله. چی میکنه یک قدر پول؟ حتما گوشت لاندی هم داره دوستا. خب 150 دانه گوسفند دارین. گوسفندای شما دزا آمده؟ این چیه؟ این منطقه استخی هوا یا ذخیره هوا چیه؟ ناور میگه. با این دوستای عزیز ناور میگه که در فصل زمستان و تابستان و بهار و زمانایی که باران میباره اینجا آب جمع میشن و مالدار مردم از این برای نوشیدن مالها استفاده میکنند. بارک الله. درست سرگل جان عزیز 150 مال داری. چند تا گوسفند شما زایده تا هنوز؟ 6 دانشی زایده و چندین دیگه هم حتما وقت مانده یا دارین مال آبیست؟ سرمایه زیاد است و انشالله موفق باشید. چطور است فصل زمستان است؟ برف و بارندگی مالا هنوز سیر هست نیست؟ چی بارندگی مزه نداشته و گوسفندان تقریبا گوشنه. بله درست. یعنی فعلا در این موقع روز شما کدام طرف تراجر کردین میرین؟ طرف دانه خانه میرین؟ خانه خوال میرین. در خوال میری و اینجا دانه برای گوسفندا میندازین که در جای علف و آذوقه دیگه دانه بخوره. دانشور صاحب بسیار جالب و دیدنی واقعیت جماعت بسیار. یک چیزی خیلی جالب اینجا که
دوستا اینی رو ناور میگه. ناور. همینجا که آب جمع میشه در فصل زمستان و بهار، با تابستان از این داره تا یک موقعش از این استفاده میکنه بله، مالها دقیقاً. در وقتی که تشنه شد. و کسایی که مالها را از صبح وقت میاره ساعت 8 بجه الا 4 بجه یک ایده خانه میبره. از این دوست عزیز ما پرسان کردیم، گفت که من مالا را طرف دانه میبرم. ما فکر کردیم حتما خانه میبره اینا را دانه میته، اما این قسم نبوده. اینا یک جایی که مثلا مالها را اینجا نگهداری میکنه به نام خوال میگه. مالا را در خوال میبره، اونجا کاو دانهشون جدا پهن میکنه و خلاصه مالها باز میره از کاو دانه که اینا پهن کرده از او استفاده میکنه و سیر میشه. خیلی جالبه. کسایی که مالای خود خانه نمیبره همینجا نگهداری میکنه، خب مالا حتما یک جای داره به نام خوال که اونجا میخوابه. اما انسان ها هم برای بود و باشش یک جای جور کرده که یک واژه خیلی زیبا و قشنگ برایش استفاده میکنه، سوم میگه. در سوم جایی هستن که مثلا چوپان یا مثلا کسایی که از انسان بارگر کسانی که کمک میکنه، خلاصه غذا میاره، آب میاره، دانه میاره، کا میاره، شب اونجا استراحت میکنه. جایی که اونجا استراحت میکنه به نام سوم یاد میکنه. خیلی جای زیباه. ما را تعقیب کنه ان شاء الله بخیر. اونجا هم خدمت شما نشان خواهیم داد و به نمایش خواهیم گذاشت. عزیز بیننده ویدیو هستین. رام او مای گاد. ببین قدرت خدا رو صدقه شم. مرغان بیا. نام خدا. اینم به این میگه که خوال و مجای دانه دادن و آذوقه دادن مالا. بسیار عالی و جالب و دیدنی است. این دوستان بینندگان عزیز، اون جایی که قبلا برای شما به نمایش گذاشتیم اونجا بود خوال. اینجا هست دوستا به نام داگ جایی هستن که اینجا مثلا مالها میه و آذوقه‌ای که برایشان تهیه کرده منظم کرده صاحب مالها اینجا میه و خلاصه از چیزی که خریدار داغ کنه استفاده میکنه. یعنی دوستان ما قسمی که بهتون گفتم اینجا سمسایی خانه هستن، نفر اینجا شب روز زندگی میکنه، محافظت از مالها میکنه و همچنان اما قسمی که میبینید روبرو اونو خوال مالها هستن که مالها از طرف شب میخوابه. این طرف میبینید که سولر وجود داره، سولر شمسی است دوستا، به خاطر برق ازش استفاده میکنه. و همچنان اتاقی که میبینید اونجا جایی هستن که چوپان و وارگر دوستا به کسی میگه که چوپان گاهی اوقات همراهی میکنه. کلینر میگه. کلینر چوپان. دوستان عزیز، جا در اینجا ما یک فکایی زیبا دادیم آمد. کسی خواستگاری رفته بوده در جایی، بعد همی پدر دختر از این پرسان کرده که شغل دو چیه؟ یک خجالت کشیده که من چوپانم بگویم. بعد میخواست یک کلاس بومنه گفته دوستا گفته ما که هستم نمایشگاه بره دارم. یعنی بدر عزیزم این نمایشگاه بره اینجا چوپانی نیه. عزیز بینندگان محترم، فقط یک نکته در یادم آمد که از بنده خدا از چوپان پرسان میکنه که خدا دوست داره یا گوسفندای خور. این چوپان دیگه در بین خدا و در بین گوسفندای خور بسیار مشکوک میمونه. همین تو جام میمونه که چی بگم که دل یک چه دیگه نشود. گفته ای شیطان مرد دل کدی خور. بریم برادر خیلی قصه کنیم. ولی خب دوستان عزیز بریم ما حالی جای چوپان و وارگر هم شما میخوایم مشاهده بکنیم و همچنان جایی که مالها از طرف شب اونجا خوابه. مال بله مالها دوستا. اون خوال میگه که اونم رو براست. ما بریم حالی بخیر مشاهده میکنیم ببینیم که چی رقم جای برای مالها اینا درست کرده و از طرف شب راحت هست نیست چی رقم هست.